خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هم میهنان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجای جان که زندگی میکنید سربلند و پیروز و موفق باشید. من افشین عبداللهی هستم و به اتفاق همکارانم سری جدید برنامه‌های ایرانسازان رو تقدیم حضور شما بینندگان محترم میکنیم. همان گونه که اطلاع دارید هم میهنان عزیز، برنامه‌های ایرانسازان در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی شما هم میهنان عزیز از جریان‌ها و حرکت‌های اعتراضی در داخل ایران گام برمی‌داره و ما در این برنامه سعی می‌کنیم آخرین اخبار و اطلاعات رو در هفته گذشته تقدیم حضورتون کنیم. در سری جدید برنامه‌های ایرانسازان بخش‌های متنوعی رو ما به این برنامه اضافه کردیم. بخش اول خبر ایرانسازان هست که اخبار هفتگی رو به سمع و نظر شما میرسونه. دوم بخش اخبار به زبان آلمانی است که در قسمت بین‌الملل برنامه ایرانسازان تهیه و تقدیم حضور شما میشه. این قسمت به زبان آلمانی خواهد بود و ما امیدواریم که این برنامه و این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره. ما در راستای هرچه جهانی تر کردن فریادهای مظلومیت‌های شما این قسمت رو به برنامه‌های ایرانسازان اضافه کردیم. بخش سوم بخش گزارشات تصویری که شامل ویدئوها و فیلم‌هایی است که از داخل و خارج ایران ارسال میشه و ما سعی می‌کنیم که در این قسمت بدون شرح و بر اساس برداشت و تفسیری که خود بیننده از این تصاویر خواهد داشت رو تقدیم حضورتون کنیم و در قسمت چهارم سعی می‌کنیم که از حضور مهمانان و کارشناسان محترم در برنامه هر هفته استفاده بکنیم تا از علم و دانش اونها در راستای هرچه غنی‌تر سازی برنامه ایرانسازان استفاده کرده باشیم. در قسمت آخر هم عکس و یا فیلم هفته رو خواهیم داشت که باز هم دیدگاه‌های شما رو در طی هفته در خصوص این عکس و این فیلم جویا خواهیم شد و شما میتونید برای اینکه کامنت بذارید و یا نقطه نظر و دیدگاه‌های خودتون رو به ما اعلام کنید به سایت خبرگر و همچنین فیسبوک افشین عبداللهی، فیسبوک ایرانسازان، فیسبوک جناب آقای منصور استاندو مراجعه کنید و دیدگاه‌ها و نظریات خودتون اونجا به ما اعلام کنید. سپاسگزارم که بیننده برنامه ایرانسازان هستید. همیهنان عزیز، در این قسمت میریم و گزارشات تصویری برنامه ایرانسازان رو تقدیم حضور شما میکنیم. این گزارشات شامل عکس‌ها و فیلم‌هایی است که از داخل ایران به دست ما رسیده و در بخش اول آزادی آقای جعفر عظیمزاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران رو خواهیم داشت که حضور گسترده فعالین حقوق بشری و همچنین نمایندگان جنبش‌های حق طلبانه را در منزل ایشون شاهد خواهید بود. ویدئوهای بعدی اعتراض بانوی خوزستانی به مشکلات آب و هوا در استان خوزستان، این استان ثروتمند و در عین حال محروم کشورمون خواهد بود. بعد میریم و سرنوشت کودکان رو در استان سیستان بلوچستان میبینیم که در چه وضعیت هستن، نداشتن شناسنامه و استعدادهایی که در این استان متاسفانه در این استان زجر کشیده متاسفانه نتونسته جایگاه خودش رو هیچگاه پیدا کنه. اعتراض کارگران هواپیمایی رو داریم و اعتراضات کارگری رو تقدیم حضور شما میکنیم و در کل تصاویری که خودش گویا و نیازی به شرح موارد دیگه نداره و امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خودتون رو حتما در خصوص این ویدیوها برای ما اعلام کنید. گروه به اسم گروه عظیمزاده، یک گروه به اسم گروه پویان در مورد کارهای شما، پیگیری کارهای شما و حالا نامه‌نگاری ها از نامه‌نگاری ها تا اطلاع رسانی ها به صورت گسترده توی این مدت عظیمزاده، یک گروه به اسم گروه پویان در مورد کارهای شما، پیگیری کارهای شما و حالا نامه‌نگاری ها از نامه‌نگاری ها تا اطلاع رسانی ها به صورت گسترده توی این مدت حالا هم همکاری داشتن، همین که واقعا نگران این جریان بودن. اگر صحبتی دارید، چون کم و بیش آشنا هستید با بچه‌های پویان، اگر صحبتی دارید بفهمید که من به بچه‌ها برسونم. خودت هم میدونی
حمایت‌ها خیلی زیاد بود و خب من به صورت کلی بیانیه‌ای دادم و بیرون از همه قدردانی کردم ولی واقعا دوست داشتم که به صورت حضوری هم دنبال این فرصت بودم که کاشکی فرصتی دست بدادم بتونه از تک تک این گروه‌ها، از تک تک انسان‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی که شبانه روز زحمت کشیدن. در واقع من میتونم بگم که کاری که تو این دوره 3 ماهه در واقع از شروع بیانیه تا الان 3 ماهه کاری که تو این دوره 3 ماه انجام شد کار جعفر عظیم‌زاده نبود. جعفر عظیم‌زاده یک جزء کوچیکی از یک جنبش بزرگی بود که یه سرش همین گروه پویان، یه سرش معلم‌های بیرون، کانون‌های صنفی معلمان، گروه‌های حقوق بشری، مادران صلح، چه می‌دونم مادران پارک لاله، عرضم به خدمت شما سازمان‌های بین‌المللی کارگری در سطح دنیا، جنبش دانشجویی، همبندی‌های عزیزم مثل شما، مثل محسن که اینجا نشسته، داخل زندان باشه، داخل زندان که اعتصاب کردن، آقای بهنام موسیوند، امیر قلی عزیزم، آرش صادقی بسیار عزیز و بزرگوار، آقای معزی عزیز، آقای سیادی بود، آقای قلیپور بود و تو جای شهر دوستان دیگه بودم. من واقعا سعید شیرزاد عزیز بود، محمد جراحی بود، بهنام واقعا اصلا یکی از علاقم اینه که کاش که فرصتی دست بده تک تک این انسان‌ها و گروه‌ها و نهادها رو ببینم و بهشون بگم که این یک جنبش بزرگیه که من یک جزء کوچیکیش بودم و این شماها بودید که به اصطلاح این حرکت رو دست گرفتید، بزرگش کردید، تبدیلش به یک جنبشش کردید. دوستشم بهشون بگم، امیدوارم که به دستشون برسه این صحبت‌ها و خجالت حقوق یک میلیونی خجالت پرورش حیا کن ایران رو رها کن پرورش حیا کن ایران رو رها کن پرورش به سپاه پرورش به سپاه علی اصغر اینجا رو دوست داری دهتونو؟ کم؟ چرا کم؟ اینجا دیگه بیابونه. اینجا بیابونه. قبلا چه جوری بود؟ قبلا همین شکلی بود؟ نه دیگه وقتی آدم زیاد بود. قبلا آدم زیاد بود. تو چی؟ تو مدرسه میری؟ نه. تو مدرسه نمیری؟ نه. چند سالته؟ 2 ساله. 2 سالته. یارانه میگیری؟ نه خیر. چرا؟ چون شناسنامه نداریم. چند نفری؟ ما کلاً 7 نفریم. چند تا خواهر چند تا برادر؟ 2 تا خواهر 3 تا برادر با پدر و مادرم 7. با پدر و مادر. بچه بزرگی؟ بله. کلاً همین درجاتی که تو دوست محمد است ما رفتیم. به ما جواب نمیده. خودت بلند شدی رفتی؟ بله خودم رفتم نامه هنوز فرستادیم به زاهدان هنوز بر ما جواب نمیده. این 8 ماه که ما دنبالشیم هیچ نیست دیگه. چی مجبوریم که باید صدامون بلند کنیم که بگیم که ما شناسنامه نداریم چی کار کنیم. من که اینجا هستم نه یارانه هم نمیتونم بگیرم. من که الان درس میخونم، الان یه نامه به ما دادن گفتن از دادگاه میتونید درس میخونید. من که دارم درس میخونم من نمیدونم فردا ما آیندم چیه.
فردا من میگم برو بیرون. من فردا که من گفتم برو بیرون، من نمیدونم که الان این درس خوندنی که من میخونم فردا روز میخوام چی کاره بشم. باید من بدونم که شناسنامه داشته باشم که بخونم بفهمم که فردا روز میخوام چی کاره شم. من که درس بخونم فردا نتونم کاری برای این کشور خودم بکنم. شناسنامه ندارم، برای کشورم چی کاری میتونم بکنم بدون شناسنامه؟ کجا رو میتونم آباد کنم؟ کمیته امداد کمک کرده؟ نه. این کمیته امداد میگن که پدر شناسنامه نداره، خودتون شناسنامه نداره، فقط یک مادرتون داره. اونم نمیتونم. فرستادیم زایدان گفتن هیچی نمیتونم. بدن عمل شدم، من نمیدونم خرجم بدم. الان میگم کار مدرسه رو ول کنم، بعد میگم ضرر میکنم. نمیدونم برم دنبال این که کار کنم، خرجم کی میده؟ کی به من خرجم میده؟ کسی رو ندارم. الان خرجتون از کجا میاد؟ خرجمون دیگه این کمک میکنه که دیگه نمیتونیم خرجمون در بیاریم. اون کاری هم اگه من بتونم بکنم نمیتونم. کاری امسال یعنی جای بوده کاری بوده که به زور من اون کار میتونستم بکنم. کار سخت بوده، به زور بوده. همین ببینین دستام اینجوری از اینجا تاور زده، نمیتونستم کار کنم. ولی گفتم پدرم پیر است، چند تا برادر دارم، براشون کار میکردم. من اصلا دیگه جوری بودم که دیگه از خودم بیزاری میشدم. اینجور کار برام سخت بوده، ولی هنوز برای این کار میکردم. دیگه چی کار کنم؟ چند نفر دیگه مثل تو هستن تو این روستا؟ اون آقا هسته، این آقا هسته. بیزون این آقا همین بقیه‌شون اینجوری شناسنامه ندارن. اینا هم همشون اینجوری فقیر هستن، چیزی ندارن. اینا هم شناسنامه ندارن؟ نه. یعنی یارانه هم نمیگیرن؟ نه یارانه نمیگیرن. کجا اون پسر میبینی اینقدر استعداد داره برای درس خوندن و شناسنامه نداره. همشون مدرسه میره اینجوری معلم برای ثواب میذاره، همشون همینجوری هستن. الله ينتقم عليكم ان شاء الله. الله ينتقم عليكم. برای چی باید خاموش کنم؟ به چه دلیل خاموش کنم؟ به چه دلیل خاموش کنم؟ دستتو نزن به من. دستتو نزن به من. هیچ حق نداری به من. اگر جلیش بکشه فریدون تو این کشور چه کار میکنه؟ آقای رئیس جمهور اگر بناس برخورد کنه زیاد نمیخواد بگرده، به اخوی محترم خودش توجه بکنه. اینا یه شیوه. آقای فریدون تو این کشور چه کار میکنه؟ آقای فریدون تو این کشور چه کار میکنه؟ آقای رئیس جمهور اگر بناس برخورد کنه. آقای فریدون تو این کشور چه کار میکنه؟ آقای رئیس جمهور اگر بناس برخورد کنه زیاد نمیخواد بگرده، به اخوی محترم خودش توجه بکنه. اینا یه شیوهی طراحی کردن که در اون ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع رو کسب میکنن. چطور؟ همین بانک هایی رو که بعضا مسئولینشون عوض شدند، شعبات خارجیشون به اینها تسهیلات ارزی میدن.
تسهیلات ارزی میدن. تسهیلات ارزی رو اینها میارن داخل کشور. مثلا بانک ملی 1 میلیارد درهم، بانک ملت 400 میلیون درهم تسهیلات میده و کسانی که مرتبط با آقای فریدونن این تسهیلات رو میگیرن. آقای مالامیر و دانیال زاده، آقای فریدون پشت سر این 2 نفره و این 2 نفر کسایی هستن که بدهکار بانکی هن، وحشتناک به بانک بدهکارن، اما متاسفانه با فشار آقای فریدون اینها اومدن رفتن ارتباط برقرار شده. بانک ملت 400 میلیون درهم به اینها با کارمزد 0% به اینها داده، به این واسطه آقای فریدون. و اینها این پول رو آوردن داخل کشور. صرافی ها پول رو تبدیل کردن. همین پول گرفته شده از بانک ملت با 0% کارمزد رو رفتن تو خود بانک ملت سرمایه گذاری کردن، سپرده گذاری کردن و 24% سود گرفتن. همین این موضوع برای بانک رفاه است. همین موضوع برای بانک ملی است. بله شما میگید که رئیس یه بانک رو گذاشتن چقدر ارزش داره؟ انقدر ارزش داره که 150,000 میلیارد سپرده گذاری در بانک ملی اختیارش به دست یک نفر. 120,000 میلیارد سپرده گذاری در بانک ملت اختیارش به دست یک نفر، یعنی خطاکار. اون مابزای خودش در بانک رفاه داره 200 خورده میلیون پول میگیره، اما داره کارسازی میکنه به صورت کاملا زیر پوستی در کشور ما. در همین شرایط توسط این عزیزانی که در دولت هستن، خاصه آقای فریدون، کارسازی میشه و مال بیت المال اینجوری میاد. اینجا دیگه نه لابیگریه به معنی جوش دادن یک قراردادی است، نه نمایندگی از یک شرکت گرفتنه. اینجا مستقیما دست رو در بیت المال کردنه. یه مصوبه ای رو 2 سال پیش اینا گذروندن، یک هیئت 5 نفره‌ای رو معلوم کردن برای فروش نفت. آقای هدایتزاده و آقای سیدی متصدی این کار شدن. تو برخی از فروش هاشون بنده آمار رو که میدیدم تا $8 تخفیف گرفته بودن، تا $8 در هر بشکه، $8 در هر بشکه تخفیف گرفته بودن. حالا عدد و رقم رو شما ضرب کنید ببینید که چی میشه. بعد میزان فروش اینها وقتی نگاه میکردید 10 برابر میزانی بودش که در دولت قبل از این طریق فروخته شده بود. یعنی اینایی که به دولت قبل ایراد میگرفتن خودشون اومدن مسیری رو رفتن که تو همین مسیر همون اتفاق افتاد، اما شرطش چی بود؟ شرطش این بود که هیچ کس متوجه نشه. مصوبه گرفتن که این مصوبه محرمانه است، کسی نباید متوجه بشه ما چی داریم چی کار داریم میکنیم. با سپاس از اینکه بیننده برنامه ایرانسازان هستید. در این قسمت از برنامه میریم و اخبار هفتگی ایرانسازان رو تقدیم حضور شما اذعان خواهیم کرد. با هم میریم و برمیگردیم. درود بر شما بینندگان عزیز. من مریم زرمهر با بخش خبری برنامه ایرانسازان در خدمت شما همیهنان عزیز هستم. رسوایی حقوق‌های نجومی که رسانه‌ها آن را فیش گیت می‌نامند هر روز حادتر و گسترده‌تر می‌شود. آمار و ارقامی که تا همین جا افشا شده نشان می‌دهد مسئله بسیار گسترده‌تر از حقوق مدیران دولتی است و وکلا و قضات و پزشکان متخصص و در یک کلام تمام مقامات و پست‌های بالای حکومت را در بر می‌گیرد. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در پیامی با ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی، زندانی سیاسی سبز محبوس در بند زنان زندان اوین، نوشتند:
ما نگرانیم چون سابقه ذهنی بسیار بدی داریم از اعتصاب غذای هدای صابر عزیز و سرانجام او. پس از آغاز قیام مردمی در سوریه و دخالت نظامی ایران در این کشور، روزانه ده‌ها جوان ایرانی، افغان، پاکستانی و لبنانی در سوریه جان خود را از دست می‌دهند تا حکومت بشار اسد بتواند در برابر تروریست‌های اسلامگرای تکفیری مقاومت کند. اما این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر آن کشته و زخمی و آواره شدن صدها هزار کودک و خانواده سوری در جنگ ویرانگر سوریه است. حال منابع خبری گزارش دادند دختر بشار اسد با خاطری آسوده به تهران آمده تا در مسابقات اسب سواری بین‌المللی تهران شرکت کند. به نظر می رسد که وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران و نقض مکرر قانون در مورد آنها و همچنین عدم رسیدگی عادلانه به پرونده این زندانیان شرایطی را فراهم کرده که آنها راهی به جز اعتصاب قضا برای احقاق خواسته های خود پیدا نمی کنند تا بلکه از این راه صدای اعتراضی و دادخواهیشان شنیده شود. به دنبال شلیک نیروی انتظامی و کشته شدن یک نفر به زن قاچاق، شهر نخل تقی در نزدیکی عسلویه فضای ناآرامی به خود گرفت. تجمع اهالی نخل تقی مقابل پاسگاه این شهر به درگیری میان آنها و پلیس منجر شد که طبق خبرهای غیررسمی 4 مجروح به جای گذاشت. گفته می شود 2 نفر از مجروحان درگیری هم فوت شدند که شمار کشته ها را به 3 نفر می رساند. محسن مرزبان زندان رجایی شهر کرج شب گذشته در بهداری این زندان جان خود را از دست داد. سهلنگاری مسئولین در اعزام این زندانی به بیمارستان علت اصلی مرگ او گزارش شده است. خانواده مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار که با عدم تمدید مرخصی استعلاجی به زندان اوین بازگشته از اعتصاب قضای وی در روز جاری خبر می‌دهند. اعتراض و خواسته وی آزادی بی قید و شرط عنوان شده است. سرهنگ محمد جلیمی رئیس کلانتری 127 نارمک در واکنش به گزارش منتشر شده هرانا مبنی بر جان باختن یک شهروند بازداشت شده بر اثر ضرب و شتم مدعی شد نامبرده فردی شرور بوده و با مأموران انتظامی درگیر شده بوده است. خانواده نادر داستانپور اما با رد کردن این ادعا گفتند مأموران بدون حکم جلب به خانه آنها رفتند و نادر را ضرب و شتم کردند و علیرغم وخامت حال وی به او رسیدگی نکردند تا اینکه او در بازداشتگاه جان خود را از دست داد و او را بدون ثبت پرونده جسد به صورت غیرقانونی به بیمارستان چمران بردند. سپاسگزارم که بیننده بخش خبری برنامه ایران سازان بودید. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خب با سپاس از همکار خوبم در بخش اخبار هفتگی ایران سازان. در این قسمت از برنامه همونگونه که قول داده بودیم بخش اخبار خارجی رو به زبان آلمانی تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و این قسمت برای هرچه جهانی تر شدن صدای فریاد حق طلبانه مردم ایران خواهد بود. امیدوارم که این قسمت ها رو حتما به اشتراک بگذارید. میریم و این قسمت رو میبینیم و برمیگردیم. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Iran Sasan. Mein Name ist Günter Dreisbach. Sie hören die Nachrichten. Die Zahl der Muslime im Iran, die konvertieren und damit Haft oder sogar die Todesstrafe riskieren, hat zugenommen. Das berichtet ein Aufsichtsrat für Christen in der ganzen Welt. In amerikanischen Medien wird berichtet, dass Hunderttausende Iraner in Hauskirchen ihren Glauben praktizieren. Laut dem Religionswissenschaftlichen Institut Pars in London ist die Zahl der Mitglieder in den Hauskirchen auf etwa 1 Million gestiegen. Nach der Revolution im Iran im Jahr 1979 und dem Aufstieg der schiitischen Theokratie sind religiöse Minderheiten
mit Einschränkungen und mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Seit der Islamischen Revolution hat eine große Anzahl von Christen den Iran verlassen. Die Islamische Republik Iran äußert, dass evangelische Christen keine religiöse Gruppe sind, sondern eine politische Bewegung, die von außerhalb des Landes gesteuert wird. Verhaftungen und Kontrollen der Hauskirchen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Den Christen werden Handlungen gegen die internationale Sicherheit vorgeworfen, auch Propaganda gegen das Regime und Apostasie, den Abfall vom Islam. Der Chef des Rajai Share Kaya Gefängnisses hat verhindert, dass Ebrahim Firuzi, ein christlicher Konvertit, seine Verteidigungsunterlagen im Gefängnis erhält. Er hat schon einen Antrag dafür geschrieben, damit die Dokumente zu ihm reingebracht werden können. Er braucht die Papiere für seine Verteidigung vor dem Gericht. Das Revisionsgericht wird am 12. Juli stattfinden. Ebrahim ist schon mehrfach verhaftet worden. Im letzten Jahr wurde er zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nach Aussagen seines Rechtsanwaltes ist das die höchste Strafe in diesem Fall. Maryam Nagash Sagaran, eine gefangene christliche Konvertitin, ist schon lange im Gefängnis. Sie bekommt keinen Krankenstand. Sie wurde schon mit Aufnahme der Unterlagen, die 350 Millionen Turan kosten, bedroht. Aus Protest trat sie in den letzten Monaten in den Hungerstreik. 4 Tage nach Beginn des Hungerstreiks, als sich ihr Zustand verschlechterte, wurde sie mit einem Krankenwagen zum Shohada-Krankenhaus überführt. Nach wenigen Stunden wurde sie wieder in das Gefängnis zurückgebracht. Sie wurde nicht behandelt, sie befand sich in einem Zustand der Narkose. Am selben Tag hat sie wieder protestiert. Im Zuge dieser Aktion haben sich die meisten Gefangenen mit ihr solidarisch erklärt und bei dem Protest mitgemacht. Im Laufe des Hungerstreiks hat Maryam Nagash Sagaran 25 Kilogramm abgenommen und eine neue Krankheit bekommen. Sie ist schon lange herzkrank und wurde operiert. Täglich braucht sie besondere Medikamente gegen diese Herzkrankheit. Sie hat im Gefängnis Depressionen bekommen und nimmt auch dagegen Medikamente. Zuletzt bekam sie eine Ohrenentzündung und heftiges Fieber. Trotzdem hat sie keine Gelegenheit, behandelt zu werden. Das waren unsere Nachrichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. با سپاس و تشکر از همکار خوبم در بخش واحد بین‌الملل برنامه ایرانسازان که آخرین اطلاعات و اخبار رو به زبان آلمانی تقدیم حضور شما بزرگواران کرد. در انتهای برنامه هستیم و از هم‌میهنان عزیزم درخواست می‌کنم چنانچه می‌خواهید از آخرین اطلاعات و اخبار در رابطه با داخل و خارج کشورمون آگاهی داشته باشید، میتونید به سایت خبرگر مراجعه کنید. همچنین میتونید به فیسبوک برنامه ایرانسازان، فیسبوک افشین عبداللهی و فیسبوک جناب آقای منصور اوسانلو نیز مراجعه کنید و ما رو از آخرین پیشنهادات و انتقادات خودتون آگاه کنید. شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. امیدوارم هر کجا هستید سربلند و پیروز و موفق باشید. بدرود تا درودی دیگر. Thank you.